در روز آخر سبقت‌های انفرادی قهرمانی جودوی جهان که در شهر دوحه کشور قطر ادامه دارد، رقابت‌های وزن جمعی 100 کیلوگرم میان مردان جالب و دیدنی برگزار گردیدند. تیمور رحیموف یگانه ورزشکار به حساب می‌رفت که تاجیکستان را در روز آخر این مسابقه فراق‌آوری نمایندگی می‌کرد. پهلوان صاحب نام تاجیک تیمور رحیموف در دور اول آزاد بود و رقابت‌ها را در دور دوم قهرمانی جودوی جهان مقابل مصطفی فوفانا از گوینه آغاز کرد. در این قوه آزمایی تیمور توانست که با اصول اوساییکومی رقیب را در زمین نگاه داشت و پیروزی به دست آورده به دور نوبتی راه یافت. در دور سیوم تیمور با نماینده امارات متحده عرب محمد عمروف به میدان برآمد، ولی رقیب تیمور در این قوه آزمایی برای با سرش دفاع کردن از جانب داور مرکز مجازات کرده شد و از ادامه سبقت‌ها محروم گردید. تیمور رحیموف магомед умаров برای سرش دفاع کردن به زمین از میدان خارج کرده می شود. تیمور رحیموف باشد به مرحله 4 یک نهایی در قهرمانی جهان راه خود را هموار کرد. تیمور رحیموف در مرحله 4 یک نهایی با ورزشگر ژاپنی کاگویرا کوکو را به تتمی برآمد. باید گفت که کاگویرا کوکو را در میدان‌های سطح بین المللی دستاوردهای نظررس داشته یکی از پهلوانان معروف در رشته جودو محسوب می شود. رقابت این دو پهلوان طولانی صورت گرفته در وقت اساسی غالب معین نگردید. رقابت تیمور با همتای ژاپنیش تا با وقت طلایی کشیده شد و تیمور در یک حالت مساوی چالاکی نشان داده از اصول لت دادن دست رقیب استفاده نمود که در نهایت از تاثیر فشار این تهمتن تاجیک کوکو را گردن شخ تاب نآورد و تن به تسلیم داد. در نهایت ورزشگری ما در این سبقت سخت و سنگین غلبه به دست آورده از میان پهلوانان تاجیک اولین نفر گردید که در دوحه تا به دور نیمه نهایی برآمد. در راه برای رسیدن به فینال چمپیونات جهان تیمور رحیموف را باز یک امتحان دیگر انتظار بود. در دور نیم نهایی چمپیونات جهان اوید جودو تیمور رحیموف بار اول در کارنامه ورزشی خیش با ستاره درخشان عالم جودو تدی رینر رقابت کرد. باید گفت که ورزشکار 34 ساله فرانسوی قهرمان دو کاراته بازی‌های المپیک و همزمان چمپیون 9 کاراته جهان می باشد. در روبروی این ورزشکار تیمور رحیموف رقابت برابر انجام دادن نتوانست، زیرا در دقیقه اول نیروسنجی تدی رینر با یک اجرای اوچیماتا امتیاز ژاپن را صاحب شد و به فینال برآمد. پهلوان کشور ما باشد مبارزه را برای نشان برنجی چمپیونات جهان ادامه داد. جودوکار سنگین وزن تاجیک تیمور رحیموف برای به دست آوردن نشان برنجی قهرمانی جودوی جهان با رافائل سیلوا از کشور برزیلیا اندر میدان رقابت گردید. قوه آزمایی ورزشگران تا به دقیقه های طلایی رفت و حریف تیمور در یک اصول ضد حمله امتیاز وزری را به دست آورده در این رقابت به غلبه دست یافت. تیمور رحیموف باشد در چمپیونات جهان سال 2023 جای پنجم را کسب نمود. مورد به یادآوری است که در وزن جمعی 100 کیلوگرم جای اول را تدی رینر، مقام دوم را اینال تاسایف، زینه‌های سوم را باشد علیشر یوسوپوف و رافائل سیلوا به خود اختصاص دادند. What can you say about this man? Because probably the hardest was against Saito, quarter final, and then Tazayev there really.